حکم کسانی که در دولت فعلی کار میکنند از نگاه شرعی چی بوده و اقسام آن را بیان کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وفداه ابي وامي ونفسي. در ارتباط به نظام فعلی در افغانستان حاکم است، نظام فعلی در افغانستان حاکم است، آیات قرآن کریم خیلی روشن است در این ارتباط. در ارتباط با آیات تحکیم ما مشاهده میکنیم که الله عزوجل درباره کسایی که قرآن کریم حاکم نمیسازند و بغیر از قرآن فیصله میکنند الله عزوجل حکم کفر صادر کرده. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون در سوره مائده. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون. مفسرین به اشاره میکنن، شنقیطی رحمه در ادوار البیان به اشاره میکنه که صفات کفر و ظلم و فسق است، اینا هم میگه در برگردی مو حاکم است، حکم غیر ما انزل الله میکنه. علما به اشاره میکنن که از جمله رؤوس تواغیت 5 است. یکی از جمله مو حاکم است الحاکم الجائر المبدل لاحکام الله، او حاکمی که او زعیمی که احکام الله عزوجل چی میکنه؟ تبدیل میکنه، درش تغییر میده، درش تحریف میکنه. و این در ملت حاکم میسازه که مردم به این فیصله کنن. ببینید قرآن در ارتباط به کسایی که فیصله را به طاغوت میبرن چی فیصله میکنه؟ الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا ما انزل اليك وما انزل من قبلك. آیه ندیدی محمد صلی الله علیه و سلم به کسایی که زعم میکنن، مدعی به این میشن که ما با تو و چیزی که با تو نازل شده که قرآن باشه، چیزی که قبل از نازل شده که تورات و انجیل باشه، ما با زبور باشه، با ایمان داریم. یریدون یتحاکموا الی الطاغوت، در حالی که اونا اراده به این دارن که با طاغوت فیصله خدا ببرن، با طاغوت فیصله کنن. وقد امروا ان یکفروا به، در حالی که اینا مأمور شدن از طرف الله عزوجل که به کفر خدا اعلان کنن. و یرید الشیطان یضلهم ضلالا بعیدا، شیطان را میخوانه که گمراه خیلی بعید دور کنه. پس در این آیت مفسرین به اشاره میکنن که تحاکم به طاغوت، فیصله بردن به طاغوت، کسی فیصله خود در وقت نزاع و کشمکش پرخاش با طاغوت چی میکنه؟ با طاغوت میگه طاغوت فیصله کننده. این منافی است، متضاد است، متناقض است، متصادم است با چی؟ با ایمان به الله عزوجل، با ایمان به قرآن، با ایمان با تورات و زبور و انجیل، با همه مناقض است. یعنی به ایمان که دو چیز مطلقاً جمع نمیشن که کسی دک سوزم کنه که من به الله عزوجل ایمان دارم، با سوی دیگه مشاهده کنیم که تحاکم و فیصله خدا با طاغوت ببره. پس خود طاغوت مشاهده کنه، وقتی کسی فیصله خدا با طاغوت ببره الله حکم کفر صادر میکنه، ایمان از اون نفی میکنه. پس حکم خود طاغوت چیست؟ حکم طاغوت کفر است. فما يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. پس کسی که با طاغوت کفر خود اعلان کرد و به الله عزوجل ایمان آورد، بدون شک به دستاویز خیلی محکمی چنگ زده که هرگز نمیگسله. پس کفر به طاغوت کسی مقدم ذکر شده. طاغوت چی طور میگن که بغیر از الله مورد پرستش قرار بگیره، چی نظام و قانون باشه، چی انسان باشه که زباد خود راضی باشه، نظامی از به حکم که ما انزل الله نمیکنه، این نظام طاغوتی است. پس قبلا به اشاره شد کسایی که در سبیل طاغوت میجنگن کافر است. پس حکم خود طاغوت چی باشه؟ ببینید کفر به طاغوت که علما به اشاره میکنن، کفر به طاغوت که بدین معنا هست که ما از عبادت طاغوت بیزاری خود اعلان میکنیم، با بطلان عبادت طاغوت که از قائل هستیم، با طاغوت دشمنی خود اعلان میکنیم، بغض در قلب با طاغوت می داشته باشیم، دشمنی خدا اعلان میکنیم و طاغوت و عابدین طاغوت تکفیر میکنیم. اگر ما در هر کدام از این مشکل در ما ایجاد شود، این دلالت به این میکنه که در ایمان ما اشکال پیدا شده، حتی باعث چی میشه؟ باعث تخلف ایمان میشه. قرآن از ابراهیم علیه السلام برای ما صحبت میکنه و الله عزوجل ابراهیم من ایس نمونه و الگو برای ما چی میکنه؟ تقدیم میکنه. ابراهیم علیه السلام با مجموعه از مؤمنان که دور پیش حلقه زدن برات خود از کی اعلان میکنه؟ از قوم خود اعلان میکنه انا براء منکم ومما تعبدون من دون الله. ما شما بری و بیزار هستیم، یعنی ایمان از طاغوت ما بیزار هستیم و شما بیزار هستیم. و مما تعبدون من دون الله، چیزی که غیر از الله شما پرستش میکنید. کفرنا بکم، ما کفر خدا با شما اعلان کردیم.
و بدا بین و بینکم العداوة والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا بالله وحده. و دشمنی ما آشکار شد با شما، بغض ما آشکار شد با شما ابدا تا وقتی که شما به الله عز و جل بر ایمان بیاورید. پس این ملت ابراهیم علیه السلام است که ما باید کفر خدا بچی با طاغوت باید اعلان کنیم، بیزاری خود از طاغوت اعلان کنیم. نظام فعلی که در افغانستان حاکم است، این نظام طاغوتی است. این نظام است که جانشین نظام شرعی اسلامی بود که با کتاب الله و سنت رسول صلی الله علیه و سلم فیصله میکرد. همه جهانیان یک جا شدند با سردمداری ولایت متحده مجرمه، در این جنگ صلیبی شریک شدند، به افغانستان ریختند و این نظام غلام و نظام مزدور و نظام مرتد و کافر در افغانستان چی کردن؟ نصب کردن. پس این نظام چی حکم داره؟ نظامی که متشکل از عمال مزدوری است، نظامی که متشکل از غلامان مزدور زرخریدی است که از جای مختلف جمع شدن، نظامی که متشکل از او افراد منحرف و مرتد است کنار از دایره اسلام پرت شدن به سوی دایره کفر و فعلا در اونجا جاگوششون در این نظام. پس این نظام تکیف شریعش چی است؟ این نظام حکم شریعش بالایش چی است؟ این نظام قرآن به صراحت اعلان میکنه که اینطور نظاما که است این نظامای کفری است. چرا؟ این نظام حکم ما انزل الله نمیکنه، پس نظام کفری شد. این نظام موالاتش که است با دشمنای الله عز و جل است. موالات دشمنیش که است با کی است؟ با دوستان الله عز و جل است، با مجاهدین است، با مسلمین است. این نظام با طاغوت حکم میکنه، فیصله میکنه، فیصلهش با طاغوت است. مشاهده میکنیم که با بودن خود در ملل متحد اینا افتخار میکنن. اینا کسایی هستند که در پهلوی پیمان ناتو قرار گرفتن، بلکه از اونا هنوز دعوت میکنن که اینا مزید اساکر و بیشتر اساکر باید در افغانستان بفرستن و بدون شک اینا کسایی هستند که در موالات با کفار قرار گرفتن، نظام طاغوتی رو در افغانستان حاکم ساختن. ما در بخشی نظام در افغانستان مشاهده میکنیم که نظام طاغوتی نابسامانی‌اش مشاهده میکنیم در افغانستان که در هر بخش و هر جای ابعاد اجتماعی، اقتصادی و سیاسی زندگی خود ما رو مشاهده میکنیم. فساد دامنش روزانه وسیع‌تر شده میره. همه استمداد از قانون اساسی یا از امو انجیل و تورات مقدس خودشان میکنه که به او استمداد میکنه، از او استعانت میجوین به خاطر از نشر از قوانین. پس این نظام فعلی که در افغانستان حاکم است، این نظام کفر است، نظام کافر است. اینو متوجه باشین، نظام کافر است، حکم ما انزل الله نمیکنه و من لم يحكم الله فاولئک هم الکافرون. نظام طاغوتی است که ما باید با طاغوت باید کفر خود اعلان کنیم و این نظام که است نظام موالاتش با دشمنای الله عز و جل است و دیگه مفاسد خیلی بیشتر دیگه داره که این مفاسد برش کافی است که از دایره اسلام چگونه دایره اسلام بیرون کنه. پس این نظام کفری است، نظام طاغوتی است. پس بر هر مسلمان در هر گوشه و کنار جهان واجب ای است که باید کفر خدا به طاغوت باید اعلان کنه، کفر خدا به طاغوت باید اعلان کنه، کفر خدا به نظام فعلی در افغانستان باید اعلان باید کنه، براءت بیزاری خود از این نظام باید اعلان کنه، دشمنیش در قلب خود باید متوطن باید بگردانه و این دشمنی را باید اظهار باید کنه با این نظام و این اعضای از این نظام که از رأسش آغاز میشه اینا را چگونه تکفیر کنه. رأس از این نظام که هر کسی که باشه، کابینه نظام، پارلمان، ولسی جرگه، اینا همو هیئات تنفیذی و تقنینی در افغانستان هستند که حکم به غیر ما انزل الله میکنن و اینا بدون شک هی حکم اسلام در برگیرنده از اینا هست. پس در این نظام کس رئیسش با اعضای کابینش بخاطر وقتی که قضیه حکم کفر مطرح میشه، حکم کفر بالای چوب و درخت و شاخ و برگ مطرح نمیشه، بالای افراد مطرح میشه که ما بتونیم با اینا دشمنی خود اظهار کنیم و الا با دشمنی خود با چوب و سنگ و با اعضای پارلمان نه بلکه با خشت چوب پارلمان باید اعلان کنیم. در حالی که مشکل ما با خشت چوب پارلمان نیست، مشکل ما با کسایی که تحت از این قبه گرد آمدن جمع شدن و اینا متوجه باشین که از موانع تکفیر مطلقاً و داشتن ریش دراز و داشتن مسواک دراز و پاچه کوتاه نیست یا داشتن کارت عضویت یک تنظیم دیروزی جهادی که به او خیلی مردم افتخار میکنن و سنگ دعوت مبارزه و جهاد به سینا. این هیچ مطلقاً موانع تکفیر نیست. اینا موانع تکفیر نیست. چرا؟ به خاطر که اینا اصل دین خود شکستاندن. اینا فعلا حکم به طاغوت میکنن یک و دومی است موالات چند کس با دشمنای اسلام است، موالات چند با دشمنای اسلام است و این نظام فعلی در افغانستان حاکم است. مشاهده میکنیم که همه تنظیم‌ها را بر همه تنظیم‌ها حتی تنظیم‌های کفری را مشاهده میکنیم در افغانستان، مثل افغان ملتی ها با اشکال و انواع مختلف مثل سوتمی ها، حتی تنظیمایی که منسوب به اسلام هم هستند، همه را مشاهده میکنیم
و یک بخش اسلامش متمسک هستن و حول همه اسلام میدونن، برای همگی اینا اجازه میدن. به خاطر جزء لا ينفك نظام دموکراسی است که برای همه تنظیم‌ها و احزاب اجازه میدن که چی کنن، کار کنن. چه تنظیم‌های کفری باشه، تنظیم‌های غیر کفری باشه. اینو ما فعلا در افغانستان چی است؟ اینو مشاهده میکنیم، در پارلمان هم گرده هم آمده هستند. پس این نظام کفری است با این اعضا و کسایی که در این نظام در موارات با این نظام قرار دارن. قرآن به صراحت میگه که والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت. پس کسایی که در اردوی ملی هستن، کسایی که در پلیس هستن، کسایی که در گارد هستن، چی خاص باشه چی عام باشه، کسانی که جواسیس، وزارت دفاع، وزارت داخله، اینا همه ارگانایی است که در موارات با این نظام قرار دارن. در این مطلقاً تفریق نیست از وزیر تا و چپراسیش در وزارت خانه گرفته. اینا خیلی خوب دیگه متوجه باشن. ولی ما به این خاطر اعلان میکنیم که اینا برحذر باشن، که اینا در کفر واقع هستن، اینا کافر هستن، اینا مباح الدم هستن، مباح المال هستن، در این منطقه قرار گرفتن. اینا شمشیرشون علیه اسلام است و هیچ عذری قبل از ما گفتیم قرآن برای اینا هیچ عذر براشان نگذاشته. هیچ عذر براشان نگذاشته که اینا عذر به این کنن که ما به خاطر دنیای کار کردیم، ما به خاطر درهم و دینار ریال و دلار رو کار کردیم. همه الله عزوجل همه بالا همین حضورها چی میکنه؟ الله عزوجل خط شلیپا میکشه. نه، این حضورها مطلقاً مورد قبول نیست در مسائلی که مربوط به اصل دین میشه.